نود جی پی تی یک سایت هست که برای شما ویدیوهای یوتیوب را خلاصه میسازه، پی دی اف هایتان میتونین خلاصه بکنین، عکس بسازین، سلاید پاورپوینت بسازین و یک عالمه خدمات دیگه. تمامی سرویس های این سایت پولی است، اما ما به شما راهش یاد میدیم که چطور اشتراک یک ماهش به صورت رایگان دریافت کنیم. در صفحه پرایسینگ میایم و روی گزینه ایژوکیشن کلیک میکنیم، بعد روی get one month for free کلیک میکنیم و یک اکانت جدید میسازیم. البته متوجه باشین اکانت جدید باید با ایمیل دانشجویی ساخته شود، چون این آفر برای دانشجوها هست. به خاطر ساختن ایمیل دانشجویی به این سایت میایم، روی کرییت میزنیم، روی آدر و جنریت کلیک میکنیم. ایمیل ما وقت ساخته شد ایمیل کپی میکنیم، دوباره میریم به سایت نود جی پی تی، در قسمت ساین اپ رجیستر ایمیل ما را میزنیم همراه یک پسورد جدید و سابمیت میزنیم. بعد از یک سابمیت زدیم دوباره میریم در ایمیل چک میکنیم و اکانت ما را اکتیو میکنیم. وقتی اکانت ما اکتیو شد در بخش پرایسینگ میریم، در قسمت ایژوکیشن روی گزینه get one month وقت بزنیم بر ما سابسکریپشن ما فعال میشه و میتونیم از تمامی خدمات از این سایت به صورت رایگان استفاده کنیم.